سلام، اینجا پادکست نارین هست و شما توی این پادکست میتونید داستان‌های مختلف رو گوش بدید. مجموعه داستان‌های خسرو شیرین به زبان ساده توی این پادکست قرار گرفته که شما میتونید از پلیلیست خسرو شیرین اونها رو پیدا کنید. این قسمت هم قسمت پایانی داستان خسرو شیرین هست. در خواب دیدن خسرو پیغمبر اکرم را. شبی خسرو در خواب بود که جمال مصطفی را در خواب دید. سوار بر مرکبی نورانی به سوی خسرو آمد و گفت که راه اسلام را پیش گیرد و از کفر برگردد. اما خسرو در پاسخ گفت که تا سر در بدن دارم از آیین خود بر نمی گردم. سوار در عالم خواب تازیانه‌ای بر او زد و از آنجا رخت بربست. خسرو هراسان و لرزان از خواب بیدار شد. خسرو از شدت ترس 3 ماه در بستر بیماری بود و بیخوابی به چشمانش افتاد. آن روزی در خلوت به شیرین گفت به جواهرخانه برویم، شاید برای دفع رنجمان چیزی بیابیم. آن دو به آنجا رفتند و بعد از گشت و گذار بسیار در انبوه جواهرات لوحی را یافتند که ترکیباتی از نوشته‌های گوناگون بر آن بود. خسرو پیر خردمندی را طلبید تا لوح را برای او بخواند. لوح از پیشگویی پادشاه پیشین اردشیر بابکان خبر داده بود و اینکه از اقلیم عرب کسی محشور می شود که بسا پرسخنگو و راستگردار است و همه را به سوی یکتاپرستی می خواند. کسی که دانا باشد دینش را می پذیرد و کسی که نادان باشد از او روی گردان شده و پادشاهیش برباد می رود. شاه هراسان و دلتنگ از جواهرخانه خارج شد و چون شیرین حال او را دید به او گفت که به دین پیامبر خاتم رغبت کند تا به سعادت ابدی برسد و نیکنام شود و پادشاهی از نسل او ادامه یابد. اما خسرو نتوانست حق را بشناسد و از پذیرش دین اسلام سر باز زد. پیامبر اسلام که در محبت قاطع بود برای خلایق جام دعوت می‌فرستاد و با نامه‌هایش پادشاهان را به اسلام دعوت می‌نمود. نامه پیغمبر اکرم به خسرو. پیامبر اسلام نامه را با یاد خدا آغاز کرد. پس از ستایش بسیار خداوند به خسرو پیشنهاد داد تا از آتش پرستی دست بردارد و مسلمان شود. سپس نامه را با نام محمد تمام کرد و با قاصدی سپرد تا به سرعت آن را به خسرو پرویز برساند. وقتی قاصد نامه را به خسرو رساند، او از شدت خشم خونش به جوش آمد و چون نام آن پیامبر عالمتاب را دید مثل سگ گزیدگان شد که به خود می‌خروشید. از هیبت نامه که در آن نوشته شده بود از محمد به سوی خسرو پرویز، غرور بر پادشاه غالب گشت و نامه را پاره کرد. قاصد که غضب خسرو را دید تصمیم به برگشت گرفت و خبر وقایعی که بر او و نامه پیامبر گذشته بود به پیامبر اکرم رساند. پیامبر نیز او را نفرین کرد و فرمود همانطور که نامه مرا دریدی خداوند شکمت را بدرد و دیری نپایید که این نفرین به اجابت رسید. فرزند ناخلف خسرو. از وصلت خسرو با مریم فرزندی به میان آمد. او در پستی و بیشرمی در دنیا بی‌نظیر بود و هم مردم و هم درباریان خسرو از وجودش احساس ننگ می‌کردند. هنگام عروسی خسرو و شیرین با یکدیگر او تنها 9 سال بیش نداشت، اما در آن سن می‌گفت ای کاش شیرین به همسری من در می‌آمد. سرشت آنچنان بود که شاه و مردم از او بیزاری می‌جستند. خسرو نیز همواره از او شکوه می‌کرد تا جایی که روزی به بزرگ امید گفت ای خردمند، دلم از داشتن چنین فرزندی بسیار مکدر است. او با من و با شیرین نامهربان است. او حتی با همسالان خود نیز شیرین زبان نیست. خوی ناپاک و ماهیت پلید او بر من آشکار است. فرزندی که چون گرگ برای مادرش نیز امنیتی ندارد باید نابود شود و من مرگ او را راضی هستم. از این فرزند خصلت خوبی ظاهر نخواهد شد، چرا که خاکستر فرزند آتش است. مهربانی و ایثاری که بیگانگان با من می‌کنند او سر سوزنی از خود نشان نمی‌دهد، بلکه در دشمنی خود با من می‌کوشد. بزرگ امید
خسرو را گفت: ای پادشاه، آگاه باش. گفته های تو همواره درست از آب در آمده است، اما شایسته نیست که با فرزند خویش خصومت پیشه کنی. ثواب و صلاح کار در آن نیست که چون تو او را دشمن خود بدانی و پیوندت را از او قطع کنی. تو خود سرشت خوبی داری و آن فرزند از توست. مطمئن باش زمان او را به راه خواهد آورد و او نیز خوب خواهد شد. نشستن خسرو به آتشخانه. چون خسرو تصمیم گرفت دل از تاج و تخت برکند و به کار گیتی پشت کند و باقی عمر خود را در آتشخانه به نیایش و عبادت بپردازد، جامه آتشبانان را برتن کرد و راهی آتشکده شد. پسر او نیز فرصت را غنیمت شمرد و بلافاصله به جای پدر بر تخت پادشاهی جلوس کرد. او امور کشور را در دست گرفت و شبانه روز به میگساری و خوشگذرانی مشغول بود. اما در همان حال زیر چشمی احوالات پدر را نیز زیر نظر داشت. سرانجام پدر را از آتشکده بیرون آورد و در گوشه خلوت از این جهان دربند کرد و به جز شیرین کسی را به دیدار او رخصت نمی‌داد. خسرو در آن خلوت ایام رفته را یادآور می‌شد و خاطرات آن را مرور می‌کرد. به پایان سرنوشت غم‌انگیز خود با شیرین می‌اندیشید و در حالی که اشک از چشمانش روان بود، در چگونگی کار ما چندان تفکر نکن. سرانجام هر کس را چنین روزی فرا می‌رسد و این دوران را در پیش دارد. گیاهان کوتاه قامت از وزش باد در امانند، اما سر بلند قامت از رنجش تندبادها در امان نیست. اکنون که تو در دستان منی، گویی که تمام دنیا در من است. شیرین نیز شاه را دلداری می‌داد و به حقیقت کار روزگار آگاه می‌ساخت. همواره اشک روان از دیده روان می‌ساخت و خسرو بدین گونه دلداری می‌داد. چون مصیبتی پیش بیاید، ماتم و غصه آدمی را زودتر تلف می‌کند. در این دنیا این گونه حوادث همواره بوده و تا آخر عمر نیز خواهد بود. گاهی بیماری و گاهی سلامتی، زمانی شادی و زمانی غم آدمی را احاطه می‌کند. شادمان و خنده‌رو باش تا به زندگی امیدوارتر بمانی. اگر جهان را ثبات و پایداری بود، پس چگونه پادشاهی و شهریاری به دست دیگران می‌رسید؟ اگر فلک دولت را به دست یک نفر مستدام می‌کرد، چگونه به دست ما می‌رسید؟ خوشا به حال آنان که بارشان سبک و راهشان نزدیک است. ای خسرو، قناعت را پیشه کن که راه نجات تو همین است. پادشاهی و سرپرستی بلایی سخت است و زاهدی که در غار به تنهایی سر کند، خاطرش آسوده است. اگر تو این زندان اسیر هستی، ناراحت مباش که چون گنجی در زندان به سر میبری و ارزش گنج در زندان بیشتر است. یوسف پیامبر در چاه به پادشاهی رسید. تو نیز اگر میخواهی به مقام بلند مرتبه‌ای برسی، خود را کوچک بدار و فروتنی پیشه کن. شیرین همواره با این اندرزهای دلپذیر سوز دل خسرو را تسکین میداد و گذر زمان را با خاطری آسوده تر سپری میکرد. دنیای عاشقانه در آن زندان ساخته بودند که به سلطنت هزاران جهان میارزید. کشتن شیروی خسرو را. در شبی ظلمانی که سیاهی شب نور از چهره ماه برده بود و فلک با وجود هزاران دیده شب کور گشته بود، پادشاه همراه با محبوب خود در دخمه‌اش خوابیده بود و شیرین چون سرانجام خوشی برای خسرو نمیدید، از روی دلسوزی به دلجویی و استمالت همیشگیش میپرداخت. با گفتن حکایات شیرین‌تر از شیرینی خود خسرو را به خواب میکرد و چون پادشاه به خواب میرفت، شیرین نیز به خواب خوش فرو میرفت. سکوت دیرپایی شب همچنان ادامه داشت و سایه سیاهش را از هر سو پراکنده کرده بود. خسرو و شیرین هر دو در خواب بودند که ناگاه دیوی بدچهره پای به خانه گذاشت و به خسرو نزدیک شد. در حالی که چهره‌ای همچون قصابان غضبناک و در دست تیغی تیز و خونریز داشت، تیغ برکشید و جگرگاه خسرو را درید. خسرو چون از ضربه دشنه از خواب به در آمد، خویشتن را در خون شناور دید. خواست تا شیرین را بیدار کند و جرعه‌ای آب از او درخواست کند. ولیکن این کار را روا ندید، چرا که شیرین از ابتدای شب به تیمار او بیدار مانده بود.
پس با درد خویش ساخت و چنان شکیبایی کرد تا جان را به جان آفرین سپرد و شمع عمرش خاموش شد. بیدار شدن شیرین. از بس که از تن شاه خون رفته بود، شیرین از خواب بیدار شد. شیرین که عادت داشت هر شب با صدای نای و نی بیدار گردد، آن شب از سر بی‌لطفی روزگار با گرمی خون خسرو بیدار گشت. او در دل شب به دنبال زردی و روشنایی نور آفتاب بود، اما افسوس که چشمش به سرخی و قرمزی خون خسرو افتاد. چون شیرین شاه را غرق در خون دید، فریادی دردناک برکشید و پیکر بیجان شاه را در بر گرفت و فریاد و فغان سر داد و اشکها از دیده روان ساخت. شیرین با اشکهای سوزناکش ساعتی را سپری کرد. آنگاه پیکر خونین شوهر را با گلاب و اشک دیده بشست. شیرین چنان بزمی برپا کرد که در خور سلاطین بود و چنان خود و خسرو را آرایش کرد که صد دل رمیده را به دنبال خود می کشید. خواستگاری پسر خسرو شیرین را. دل پسر ناخلف خسرو در گرو شیرین بود، اما این مطلب را از همگان پنهان می داشت. شیرین نیز که دانست پسر خسرو مهر او در دل دارد و خواستار همسری با اوست، به ظاهر خویش را به این کار خوشنود نشان داد. او نیز که میپنداشت شیرین را رام خود کرده، پنهانی پیکی نزد او فرستاد و پیغام داد که هفته‌ای صبر پیشه کند و خود را غمگین نمایان کند تا بعد از آن تو را به کاخ خود آورم و از خسرو بیشتر و بهتر نگهداری کنم و باغ خویش به گل رخسارت بیارایم و تو را کلید گنجه ها و خانه ها بسپارم. چون شیرین این سخنان یاوه را بشنید، سخت به جوشش و غلیان درآمد، اما راه فریب را در پیش گرفت و با خود گفت بهتر آن است که او را با این تمهید نگه دارم تا در موقع مناسب به کینخواهی از خون خسرو برایم. پس از آنچه از زر و سیم و جامه و فرش و دیگر چیزها که از خسرو به جا مانده بود همه را به درویشان بخشید و همه اموال را در راه خسرو انفاق کرد. جان دادن شیرین در دخمه خسرو. چون سپیده صبح از راه رسید و روز نابودی و هلاکت شیرین را نیز با خود آورد. شیرین دستور داد به رسم پادشاهان گهواره‌ای از چوب عود بسازند و آن را با گوهرها و مرواریدها بیارایند. سپس با آیین شاهان پارسی پیکر بیجان خسرو را در آن خوابانیدند و بامدادان شاهان و فرمانروایان گهواره را بر دوش گرفته و عازم دخمه خسرو شدند. تمامی بزرگان و شاهان دست بر سینه به مشایعت جسد در اطراف گهواره در حرکت بودند. بزرگ امید که غمی سنگین در سینه‌اش نشسته بود، فغان و ناله بلند کرد و در سوی شاه مرثیه خوانی آغاز کرد. باربد نیز چون کسانی که انگشت بریده باشند اشک ندامت می‌ریخت و روزگار گذشته را در ذهن خود می‌گذراند. شیرین نیز حلقه گوهر در گوش و حلقه زلف بر دوش مستانه در حرکت بود. او حریری سرخ چون ناهید بر تن کرده بود که هر کس آن روی زیبا را می‌دید دل از دست می‌داد. رفتارش به گونه‌ای بود که گویی از مرگ خسرو غمگین نیست. شیرین در طول راه به پایکوبی مشغول بود تا اینکه به دخمه‌گاه خسرو رسیدند. وقتی گهواره خسرو را در زیر گنبد قرار دادند، بزرگان همه روبروی شیرین ایستادند. شیرین در برابر موبدان ایستاد و از آنها رخصت خواست تا به تنهایی وارد گنبد شود و به پاکیزه کردن جایگاه پادشاه بپردازد و برای آخرین بار دیداری در خلوت با شوهر داشته باشد. شیرین وارد گنبد شد و درب گنبد را به روی خلق بست و به کسی رخصت ماندن در آنجا را نداد. سپس مهر از جگرگاه خسرو برداشت و محل جراحت را ببوسید و دشنه‌ای که با خود به همراه آورده بود از زیر تنپوش خود خارج کرد و بر سینه خویش
درست در همان محلی که خسرو زخم دیده بود فرود آورد. شیرین با خون گرم خویش دخمه را شستشو داد و اندام شاه را با خون خود جراحتی تازه بخشید. سپس شاه را در آغوش کشید و جان داد. آنان که وجودشان سرشار از عشق حقیقی و سرسپرده عشق هستند، جان را اینچنین در طبق اخلاص گذاشته و به یار محبوب خویش جان خویش را تسلیم می کنند. بر شیرین و عشقی اینچنین آفرین باد. در راه عشق اینچنین باید جان داد. بزرگان و شاهان که در بیرون دخمه خسرو ایستاده بودند، چون از این راز آگاه شدند به سود نشستند و با یکدیگر هم آواز شدند و گفتند: ای چرخ گردان، ای زمین و زمان گردنده، بر تو احسنت و آفرین باد که چنین عروسانی به دامادان ارزانی می‌داری که تا آخر عمر همچنان به عشق خود وفادارند. سپس برای آن دو عاشق از دست رفته دو گنبد ساختند تا زیارتگاهی باشد برای عاشقان و دلسوختگانی که دردی همچون درد خسرو و شیرین در دل دارند. با کشته شدن خسرو و جان دادن شیرین، تاج شاهی از سارک کسری فرو افتاد و بد به حال آن کسی که نفرین پیامبر بدرقه راهش باشد. و همانطور که پیامبر بزرگوار اسلام او را نفرین کرد و همان گونه که نامه پیامبر دریده شده بود، پهلوی خسرو نیز دریده شد. این نفرین در اعماق روزگار ماند و چون سیل پیش رفت تا به تمامی فرعون‌های زمانه نهیب بزند. چشم بگشایید و به کار روزگار بنگرید که کار روزگار این نیست که چیزی به کسی بدهد، بلکه جان مردم را یک به یک باز ستاند. و این گونه داستان خسرو و شیرین به پایان خود رسید. خوشحال میشم که کانال نارین پادکست رو دنبال کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا هر موقع ویدئوی جدیدی از یک داستان جدید در داخل کانال قرار داده میشه از اون آگاه بشید.